واقعا بعضی سوال‌ها همش عجیبه میشود. اما یک چیزی دیگر رو نیز تاکید کرده میگذاشتید که مثلا بعضی ها با میل خودشان کار میکنند، زنها، و شاید که شوهر اجازه ندهد کار کردن رو در بیرون. یعنی حالت آنها از حالت آنهایی که شوهرشان اجازت کاری میدهند فرق میکند. از این خاطر این هم یک روشنی میانداختید که مثلا زنی که خودش شوهرش راضی نباشد و کار میکند، اون حالتش چگونه است؟ و نه، نفری که به اجازت برعکس. به اجازت شوهر کار کردن ممکن نیست. شوهر اگر اجازت دهدم حرکت کنیتان برای خود یک کارهایی را جستجو کنید، پیدا کنید که در خانه تان نشسته کار کنید. اصلا حرکت کنید به قول یک استاد ما که نیتی نیک کنید. یعنی وقتی که من پراوا گرفتنی بودم، یعنی برای ماشین های کنی، گفتم دوملای عباره اب ویشم گریم گم نیتی نیک کنید گفته بودن. یعنی نخواد ما تسکیل های کنید و یا ماشینی بارتوای ماشینی بارکش های کنید، نیتی نیک کنید. بعد نگرفتم. یعنی نیتی نیک کنید هم. نیتی نیکی ازم همین در خانه کی خواهد خواب میکند، کی خواهد میخیزد، کی خواهد طعام میپزد، کی چیکار خواهد، کی خواهد مشق میکند، کی خواهد علم میگیره، همین برای شما معقول نیست. مردمی کنه بودم که تنی صحت نفاردگی میگن. یعنی همه شرایط هست کار میکود و همین در خانتون شده از پی خودتون شوید، وقتتون رو برای خودتون صرف کنید و شریعت زیست و زندگانی شما بر ذمه شوهرتان کرده است. شوهر مهنت کرده میبیاد، شما در خانه از پی خودتان شوید، برای خودتان نگاه و بین کنید، نماز تهجد داشته باشید، تعلیم قرآن داشته باشید، فرزنداتون وقتش رو بیدار کنید، وقتش به تمام رژیمش نگاه کنید، تلفنش نگاه کنید، تربیهش نگاه کنید. امام مالک به سبب تربیه مادرشون همین خیلی امامی دارالهجرت شدن. امام احمد یتیم بودن، مادرشان از دستشان گرفته و مسجد می بود در شب تاریک، مسجدی که در بعدی بامداد استاد درس میداد دور بود از دهشان در بغداد. یعنی به نماز بامداد برای دریافت کردن باید بر وقتر راه برایم پیاده، مادر همراهی فرزندی 10 سالش به نماز جماعت رفته، فرزندش می در آورد، فرزند نماز جماعت خونده 1 ساعت 2 ساعت تعلیم علم میگرفت، مادرش در صحن مسجد منتظر میشد فرزندش. فرزند یتیم، پدرش مردگی بود. یعنی همین اهمیت های همسر بود که یک عالم به امت اسلام پیشنهاد شد. امام بخاری هم یتیم بودند، پدرشان اسماعیل بر وقت از دنیا گذشتن، حالی به بلاغت نرسیده. مادرشان تربیت کرد، مادرشان به ایشان توصیه داد که تو حیاتت را به جمع کردن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله نظر میکنی گفته. یعنی این توصیه مادر بود. الله برای تو شفا داد، اکنون همین حیاتت بهر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صرف میکنی، برای خودت زندگی نمیکنی، برای حدیث زندگی میکنی. اینه رقم 1 در دنیا، امیر المؤمنین در حدیث، امیر مؤمن ها در علم حدیث شدن به سببی که به سبب تربیه زن. ابن الجوزی، ابوالفرج ابن الجوزی یتیم بودن، در دامنه عمه اشان به وای رسیدن، عمه شان به وای رسون. شیخ الاسلام میگن که ولا اعلم فی الاسلام احدا اکثر تصانیف منه، در دین مقدس اسلام، یعنی این گپ سالهای 700 گفتن، سال 700 هجری، در دین مقدس اسلام یگان آدمی رو نمیدونم که از ابوالفرج ابن الجوزی دیده بسیار تعلیفی کتاب کرده باشد. کی تعلیم داد؟ یه زنک. سفیان ثوری وقتی که به بلاغت رسید و کم کم جستجوی کار میکرد، مادرش گفت که تو طلب علم کن پسرم، من با نوگی همین سوزنم زندگی رو پیش میبرم. بهم یتیم بود، یعنی میبافت، یکان چی میبافت، بافته میفروخت، به عوضش نان یا چنین چی خریده میومد. گفت که ای بچم تو علم گیر، زندگی رو من با نوگی سوزنم میبرم، پیش میبرم. یعنی زنها باید وظیفه
اصلی خود اجرا کنن و به طبیعتی زن خانه این خوب است. من بعضی زنهای وقتی نماز بامداد میبرم میبینم که الکی سحر کتی در زمستانی خونک ماشین گرم کرده است، کوچه تاریک ماشین گرم کرده است. برای چی کار میرد و باید ساعتی 7 در کار شود، او ساعتی 2-3 میبیاد پراپکه ها کتی. چی در کار؟ برای همین مادامی که شرایط هست وزنی نیست، خودتان به خودتان یعنی وقتتون به کار نگذارونید. زن وظیفش دیگر چیز است. زن وظیفش خدمت شوهر، خرسند کردن شوهر، راضی کردن شوهر. شوهری که در روزی دراز کار کرده غیر از کارهاش با دیگه مشکلی ها هست. فقط یک کار نه، دشمن ها دارد، مشکلی ها دارد، غم و غصه ها دارد، بعضی درداش نمیگود. همین وقتی که خانه آمد در خانه یک شرایطی باشد که همین غم و غصه و مصیبت های فراموش کند، سحر با کارش به برآمده رود. اگر زنم همین مانند مرد کار کند، من امسال اروپای بینید حیاتشه، سالی که کرونا ویروس شد و کرانتین شد خیلی از عائله ها در اروپا جدا شد. برای چی؟ برای آنکه دو کس در یک خانه مراسا کرده نمیتونن. هر سحر هر دوش برابر خواب میخزه، برابر کاربان برود، بیگاه خسته شده میبیاد کمتر تلفن بازی میکند، خواب میرد، سحر میخزد کارو میرد. جنگ نبود، لیکن وقتی که کرانتین شد همه در خانه موند، هر روز جنگ، خیلی عائله ها رفته رسما از همدیگر جدا شدن. خلاصه زنک باید وظیفه خودش کند بهتر. اگر تنی سیاد نفارد برامده در همین هواهای خونو کار کنید تونده. اگر ضرورت باشد خوب است یک کسبی باشد که در خانه ایستاده اداره کنید. یعنی کوچه نبروید، مردهای بیگانه که آمیخته نشوید که این خطر دارد. این دیل گپ گوش نمی کند جاش بیاد. مردهای بیگانه دیدن گیرد زنک هر روز، هر خیل مردهای شوشه نظرش نمی گرفتگی میشد. وسوسه های شیطان هست، نفس هست. بنابراین خانه بسیار خوب است برایتان. بله.